به امباپه از روزی که اومد حمایت منو داشت، چون من بارها گفتم بازم میگم صحبت تکراریه، از 2018 به امروز با کیفیت ترین مهاجم دنیا کیلیان امباپه است. آقایونی که یا هر کسی که طرفدار غیر طرفدار امباپه تو باکس، امباپه اصلا میگیم تو باکس، امباپه در خونه منه اصلا. خوبه 59 تا گل میزنه در سال اول میلادی، یک سال میلادی کاملی که در رئال مادریده با کل آمار کریستیانو رونالدو در یک سال برابری میکنه. من عاشق کریستیانو رونالدو هم، هیچ مهاجمی به گرد پای رونالدو نمیرسه. اینا رو نگفتم که بیام میگم امباپه رونالدو بهتره، میخوام بیام بگم قدر بازیکنی که داریم و بدونیم. اگر امباپه در باکس کمتر حضور داره، اگر امباپه برای هدزنی مهاجم ایدئالی نیست، اون مشکل مدیر توئه که نمیره یه مهاجم قد بلنده، یه خیار دراز بخره بذاره در تیم که دقیقه 70 به بعد کار گیر کرد، اون بیاد امباپه هم در زمین حضور داشته باشه و سانت کنیم مهاجم بزنه یا توپ پایین بیاره، امباپه پشت باکس آزاد باشه برای خودش. 60 دقیقه 70 دقیقه با تاکتیک خودمون میریم جلو، جواب نداد یه مهاجمی مثل خوسلو داشته باشیم. نه اینکه چون امباپه صرفا یه مهاجمی مثل خوسلو نیست ما امباپه رو اشتباه کردیم خریدیم. خیر، امباپه به رکورد کریستیانو رونالدو رسید. رکورد کمیه؟ در سال اول میلادیش که در مادرید بوده 59 گل زده، برابری کرده با 59 گل کریستیانو رونالدو. باید دست بزنیم به افتخارش، باید کیف کنیم از این که این مهاجمو داریم، لذت ببریم از حرفه‌ای بودنش. نه با هم تیمیاش درگیر شده، نه با داور درگیر شده، نه حاشیه داشته، هیچی. کارلو آنجلوتی راجعش مصاحبه کرد، گفته اینقدر این بازیکن حرفه‌ای هیچ چیزی از من نخواست تو فصل اولش که من مربیش بودم. بازیکن حرفه‌ای بی حاشیه، بازیکنی که تو فینال جام جهانی هتریک میکنه، جام جهانی میبره، یا یه فینال دیگه به جام جهانی میرسه. چی از یه مهاجم میخوایم که این به ما نمیده؟ بعد یه سری تز میدن امباپه رو بذاریم راست، امباپه رو بذاریم فلان. امباپه رو باید تیمو حول محورش بچینیم. یعنی باید بیایم بگیم قربون شکلت برم من، تو دوست داری کجا بازی کنی؟ اون بیاد بگه من دوست دارم مثلا اینجا باشم. دوست داری کیا دور بعد خدمت کنیم به هم تیم بازی کنی. وقتی تیممون کریستیانو رونالدو رو داشت، بیل و بنزما بهش خدمت میکردن، تیم حول محور اون بازی میکرده. تیم بارسا به درستی حول محور مسی بازی میکرده. اصلا شکی تو این قضیه وجود نداره. نفر اول تیم کیلیان امباپه است. اگر همینجور مهاجم نوکو دوست داره بازی بکنه، سعی کن بازیکن‌هایی رو در کنارش قرار بدی، وینگرهایی رو در کنارش قرار بدی، حالا حتی شاید مجبور شی وینگرهای الان تو بفروشی که بیشتر براش بسازن. اگر خودش واقعا دوست داره یه روزی بکشش کنار، بهش بگو تو واقعا دوست داری مهاجم نوک تیمش یا وینگر چپ، اگه گفت وینگر چپ تو بفروش، بذار وینگر چپ مهاجم نوک بخر براش. اگر دوست داره به همین شکل بازی بکنه، بیا اون ضعف‌هایی که امباپه داره، یعنی اینکه خب امباپه چرا مهاجم داخل باکس است؟ چون سرعت داره، چون دریبل داره، چون شوت داره، چون در فضا بهتر میتونه کار بکنه. پس اون 20 دقیقه آخری که بازی گیر میکنه و تو برو به عنوان مدیر تیم یه مهاجم باکس بخر، یه بازیکن 10 میلیون یورو یه قد بلند بخر. چی دیگه بعد از امباپه بخوایم؟ در سال اول میلادی که بوده با رکورد کریستیانو رونالدو برابری کرده. همچین چیزی ما تو خوابمون نمیدیدیم. وینی در بهترین فرمش نصف گلای کیلیان امباپه رو نمیتونه بزنه. آمار وینیو برید نگاه کنید، آمار رودریگو رو برید نگاه کنید. شک داریم هنوز که بهترین بازیکن تیممون کیه؟